رحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون سلام میکنم. انشالله حال همتون خوب باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و باغ ایمانتون آباد انشاءالله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز مثل هر روز همراه شما هستیم و در کنار شما از لطف و محبت همه دوستان عزیزمون صمیمانه سپاسگزاریم. حاج آقای فرهزاد اینجا حضور دارم به رسم دوشنبه ها. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی هم خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت در همه امور رو براشون داریم. انشالله که همیشه شاداب و خرم و خندان و سرحال باشن به برکت ارتباط با خدا و اولیای خدا. سلامت باشید. حالتون چطوره؟ الحمدلله. الحمدلله. خیلی خوشحالیم که خدمت دوستان عزیزمون هستیم و همینطور حاج آقای فرهزاد نازنین و امروز هم در بهشت مناجات انشالله سیر خواهیم کرد در صحیفه سجادیه با دعای 18 امام سجاد علیه السلام و شرح حاج آقای فرهزاد عزیزم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای 18 شاید کوتاه‌ترین دعاهای صحیفه سجادیه باشه، خیلی کوتاه، 4-5 خطه. بله. و این دعا رو حضرت وقتی که بلایی دفع میشد، گرفتاری برداشته میشد و عافیتی، آسایشی، آرامشی، راحتی میرسید، حضرت این گونه دعا میکردن. حضرت میفرماد که اللهم لک الحمد علی حسن قضائک. خدایا من تو رو شکر میکنم برای اینکه قضا قدر زیبا برای من بریدی، چون البته هر کاری که خدا میکنه زیباست. المحمود فی کل فعال. یک باز دعای دیگه در همین صحیفه سجادی است که حضرت میفرماد خدایا شکر من رو به نداده ها بیشتر قرار بده تا به داده ها، چون خیلی چیزا هست که به ما نداده که باعث زحمت و دردسر و گرفتاری ما میشه، که اینم خودش جای شکر داره. لذا اینجا حضرت میفرماد از این که قضا قدر خوبی برای ما بریدی، بلای دفع شده، من ازت ممنونم. اللهم لک الحمد علی حسن قضائک. قضا قدر زیبا برای من بریدی و به ما صرفت علی من بلائک. از اینکه یک بلا و امتحان و ابتلایی رو از من دور کردی، منصرف کردی. ولی نکته مهمش این نکته است که بعد حضرت میفرماد فلا تجعل حظی من رحمتک ما عجلت لی من عافیتک. یعنی حالا که شما بلا را دفع کردی و گرفتاری را از من دور کردی، بهره من از رحمت خودت رو فقط همین عافیت دنیایی قرار مده. بله. چون بعضی یه کارایی کردن تو دنیا، خدا مزدشون رو تو همین دنیا میده که دیگه در آخرت چیزی موجودی نداشته باشن. اینجا تصفیه حساب میشه. میگه یه وقت مبادا این جزء استدراج‌ها و تصفیه حسابا باشه. حالا یک روایت زیبای تقریبا خلاصه و چکیده این دعاست. روایت داریم که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام دوستی داشتن. بله. که با هم خیلی صمیمی بودن، منتها در یک منطقه دور شهر دیگه بود. مدتی از او خبر نداشتن. بعد از مدتی رفتن به دیدن اون دوستشون، وارد اون شهر شدن. سلطان پادشاه اون شهر از دنیا رفته، چه محشری به پا شده. خیلی مردم جمع شدن، تشییع جنازه با شکوه، احترام خیلی ویژه، اونا با احترام دارن میبرن دفنش کنن. خب حضرت موسی دنبال کار خودشون بودن، رفتن منزل اون دوستشون، هرچی در زدن کسی جواب نمیده. خلاصه از همسایه‌ها گفتن ما هم چند روز خبر نداریم و مجبور شدن خلاصه از دیوار برن تو ببینن کجاست، چون جایی نمیرفتیم. دیدن که این بنده خدا چند روز از دنیا رفته، بدنش به اصطلاح اونجا افتاده و خلاصه کرم افتاده و خلاصه متلاشی شده. خیلی حضرت موسی تعجب کرد که این که بنده مؤمن دوست پیغمبر اولوالعزم بعد اینطور تو خونه بیفته و مبتلا، این چه عاقبتیه؟ و این آقا که ظالم بوده اون سلطانم چه تشییع با شکوه و چه دم و دستگاهی. خب حضرت موسی علیه السلام کلیم الله بوده دیگه، با خدا زیاد صحبت میکرده. کلم الله موسی تکلیما. به خدای متعال عرض کرد بار پروردگارا این حاکم ظالم بوده، چه دم و دستگاهی تشییع، این مؤمن بوده. فرمود ای موسی این حاکم ظالم فقط یک نکته سفید داشته، با این که
این دوست شما مؤمن یک موقع مشکلی پیدا کرد، گرفتاری پیدا کرد، آمد به این رو زد به این حاکم، با حاکم هم کارش رو انداخت، اجابت کرد. بله. یک به اصطلاح حسنه خوب تو پروندهش بود و این مؤمنم که دوستت بود همش خیر و دعا و عبادت و نیایش، پروندهش همش حسنه بوده. فقط یک گناه داشت که رفت یک باری در خانه ظالم و حاکم رو زد و به غیر من پناهنده شده، از غیر من چیز خواست. اون پروندهش سیاه بوده فقط به خاطر هم یکی من اون عزت و احترام تشییع جنازه رو دادم به این حاکم و اون خفت مردن رو دادم به او، به این حالت بمیره که این دیگه تصفیه بشه، اون دیگه حسنه پر من نشه، اینم گناهی پر من نداشته، همینجا تمام بشه. لذا امام سجاد از این نگرانن، میگه این که از من بلا را دفع کردی معناش این نباشه که دیگه بخوای مزد من تو این دنیا قرار بدی، رحمتی که میخوام و بعد دیگه تصفیه حساب بشم چیزی نداشته باشم. اینطور نباشه، نمیخوام اینجا همش تموم بشه. آره. همه موجودیام اینجا نقد نشه، به اندازه نیاز بقیه‌اش همش باشه اونجا. لذا حضرت میفرماد فلا تجعل حظی من رحمتک ما عجلت لی من عافیتک، این که عافیت زود رس به من دادی مبادا این باعث بشه که رحمت دائمی تو از من قطع بکنی. فاکون قد شقیت به ما احببت، من شقی بشم به اون چیزی که دوست دارم، عافیت میخوام، و غیر من سعادتمند بشه که چیزی که من مبتلا میشم. و ان یکن ما زللت فیه او بت فیه من هذه العافیه بین یدی بلاء لا ینقطع و وزر لا یرتفع فقدم لی ما اخرت و اخر عنی ما قدمت. اگر این عافیتی که من روزم رو باش میگذرونم، شب رو باش سپری میکنم، سلامت دارم، امنیت دارم، عافیت دارم، خیر و خوشی دارم، اگر این باعث میشه که من همه حسابام مثل اون حاکم اینجا تصفیه بشه و مردن من اول گرفتاری و بلای من باشه، این رو من نمیخوام. حضرت من اینطور عافیت من نمیخوام. ولی اگر برعکسه که من اینجا بلا ببینم، سختی ببینم، ولی در اونجا اول خوشی و راحتی، من اون رو میخوام. اونی که جلو انداختی عقب بنداز، اونی که عقب انداختی جلو بنداز، یعنی جا به جا بکن. و لذا بعدم حضرت من فغیر و کثیر ما عاقبته الفنا، این که دنیای چند روزی ما سختی ببینیم ولی عافیت ابدی داشته باشیم، این مشکلی نیست، چون چند روز تمام میشه، میگذره. و غیر قلیل ما عاقبته البقا، اما عذاب، فشار قبر، بلای آخرتی بقا داره، همیشگیه. لذا اولا بعدم فقط صلوات آخرش حضرت و صلی علی محمد و آله. خیلی دعای خیلی کوتاهی ولی یک درس خیلی بزرگی به ما میده. ببینید ما یه ابتلاعات دنیایی داریم، یه ابتلاعات آخرتی. ابتلاعات دنیایی زود گذره، تمام میشه. خدا رحمت کنه مرحوم اسد علی قاضی، فقر شدید داشتن. من چند تا از شاگردایشون رو زیارت کردم، مثل مرحوم آیت الله بهجت، آقای اسد هاشم رضوی بودن که با ایشون دوست بودن. آقای رضوی میفرمودن که ایشون فرمودن ابتلاء من در عالم همین فقری است که خدا به من داده. من میدونم که دیگه امتحان و بلاها رو اینجا خدا از من گرفته، دیگه اونجا اول آرامش و راه آسایش منه. چون دنیا زود گذر، تمام شدنیه، اما اونجا تمام شدنی نیست. لذا اگرم ما عافیتی، سلامتی هم بگیم خدایا بهره ما این نباشه فقط در دنیا. اگر بناست که ما رو پاک بکنی تو همین دنیا پاک بکن، ما طاقت عذاب آخرت و بلای آخرتی رو نداریم. هر ابتلا و امتحان و هر بدبختی که هست همینجا باشه، همینجا باشه. آره. البته همینم نه اینکه ما درخواست بکنیم، همینم داریم که بازم از خدا بخوایم که عفو بکنه، باید بهتره. یک تعبیر زیبای امیرالمومنین علیه السلام دارم که الهی ان ابتلیتنی فصبرنی والعافیت احب الی. خدایا اگر مصلحت و رضای تو است که به من بلا بده، به من صبر بده، ولی من عافیت رو بیشتر دوست دارم. اون عافیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار تعبیر شده که به همین عافیت، خدا در دنیا عافیت بده، سلامتی بده، راحتی، خوشی بده، در آخرت هم بهشت جاودانه به ما بده و از عذاب جهنم ما رو نگه داره. این دعاهای کوتاهی که مثلا تو سجده آخر میخونن، یا ولی العافیت الک العافیه، عافیت دنیا و الاخره، هم دنیا هم آخرت عافیت بخوایم. ما طاقت بلا نداریم، ولی اگر یه جایی که لازمه که یک مثلا امتحانی بشه، گوشمالی بشه، اگر دیگه قابل گذشت نیست، یعنی یه جایی که بچه اینقدر شلوغ کردی که لازمه که یه تنبیه بشه، این تنبیه رو امام سجاد میگه تو آخرت ننداز.
اگر بنام هست تو همین دنیا، چون این زودگذر تمام میشه، ولی اونجا همیشه هست، اونجا خیلی سخت، ما طاقت اونجا رو نداریم. من اجازه میخوام، هم پیامک‌های فراوانی داشتیم که اون 5 قسمی که شیطان بهشون کار نمیتونه بکنه ماند و غیر از اون 5 قسم من 4-5 قسم دیگه هم هست که افرادی که شیطان به اونها هیچ دسترسی نداره، سلطنت نداره، سلطه نداره، این رو میخواستم حالا که بحث شیطان پیش اومده کامل بکنیم، تمام بکنیم. خیلی خوب. حالا من یه خط فاصله‌ای بذارم، حالا که صحبت از عافیت شد و خیلی ها التماس دعای ویژه گفتن، هم تو صفحات مجازی ما هم تو پیامک‌های ما، خیلی ها مریض دارن، گرفتاری دارن، مشکلات دارن، التماس دعای ویژه و مخصوص گفتن حاج آقای فرهزاد میشه دعا بکنند و مردم عزیزمون بسیار کار خوبیه. من بازم خواهش دارم همه عزیزان، چون واقعا مریض زیاد هم توی منزل‌ها، بیمارستان‌ها هست، یه حمد شفا هم عزیزان در عینی که ما داریم صحبت میکنیم تلاوت بفرمایید، ما هم یه دعا میکنیم که انشالله میلیونی آمین بگن. خدای تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه مریضهای روحی، جسمی، وسواس فکری، وسواس عملی، هر کس هر نوع گرفتاری مریضی داره، به حق محمد و آل محمد، به حق امام سجاد عافیت و شفای کامل مرحمت بفرما. الهی آمین. خدایا ابتلاعات ما رو در آخرت و دنیا برطرف بفرما. الهی آمین. خیلی خوب. خدا خیرتون بده. این بحثی که عرض کردیم، شیطان واقعا حجمش شدیده، یعنی با انبیا دست پنجه نرم کرده، با اولیای خدا. چه کار کنیم از شر شیطان محفوظ بمانیم؟ 5 تاشو هفته قبل گفتیم که باز پیام داشتیم که اصرار که این رو یک مروری بکنید، تکرار بکنید، ما ننوشتیم یادمون رفته. خیلی امام صادق علیه السلام فرمودن که شیطان میگه به 5 گروه من دسترسی ندارم، یعنی نمیتونم، زورم. یکی این که من اعتصم بالله عن نیت صادقه و تکل علیه فی جمیع اموره. افرادی که واقعا نه به زبان، با همه وجودشون، با همه قلبشون به خدا پناهنده میبرن، در کاراشون تکیه به خدا میکنن، اینها شیطان میگه من به اینا دسترسی ندارم، به اینا نمیرسه، چون خدا پشتشونه. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله برای دفع وسوسه خیالات شیطانی خیلی خوبه. دوم، کسی که زیاد یاد خدا میکنه، کثرت تسبیحه فی لیل و نهاره، چون ذکر خدا با شیطان هیچ تناسبی نداره. غفلت شیطان میاد، ذکر خدا شیطان رو طرد میکنه. سوم، و من رضی لاخیه ما یرضی لنفسه، این که انسان خیر دیگران رو بخواد. ببینید 2 تا کاسب مشغول کار میشن، یکی میخواد جیب مردم خالی بکنه، یکی میگه نه خدا توکل به تو، من رزقم از تو میخوام خیر به مردم برسونم. یه بچه 100 تومانی داره میخواد جیب این بچه رو بزنه، هر جوری شده این پول ازش بگیره. بابا جون یه خیر به این برسان. ازدواج میخوای بکنی، به این خانم یه خیر برسان، اون خانم به این آقا بخواد یه خیر برسان. ما همش دور منفعت خودمون میگردیم، این شیطان سلطه پیدا میکنه. اما اگر منفعت طرف مقابل رو در نظر گرفتیم، ببینید الان بحثی است که هر سال ما تابستونا مطرح میکنیم، افرادی که خدا بهشون نعمت داده، خانه دارن، مغازه دارن، ملک دارن، اضافه هم دارن، زیادی هم دارن، بچه‌هاشون هم، چرا ما رحم نمیکنیم به مستاجرا؟ مگه این مغازه دار چقدر در میاره که بیشترش به شما بخواد اجاره بده؟ یا این آدم کارمند چقدر میتونه اجاره بده؟ من به شما عرض کردم، یا آقای به من همین جمعه زنگ زد، گفت آقا من یه خانه دارم، بچه‌ها من سر و سامان رسوندم، هر چقدر که اجاره معمولی من نصفشو میگیرم. خدا خیرش بده. و اگه این ببینید ما خارجی‌ها که به ما رحم نمی‌کنن، من جسارت نمی‌کنم، بعضی از مسئولین هم اصلا به ما رحم نمی‌کنن، ما خودمون به خودمون رحم بکنیم که متاسفانه خیلی جا خودمون هم به خودمون رحم این خیلی بده. ببینید ما همش از گران شدن اجاره ملک خوشحال نشیم، از اینکه کیف نکنیم بریم تو این بنگاه بنشینیم، بله ملک الحمدلله بالا رفته، ما سر و سامان پیدا کردیم، نه این خوشحالی نداریم، گریه داره، این تأثیر داره، رحم. ببینید شیطان میگه من جای سلطه ندارم که هر چی که برای خودت میخوای برای دیگران بخوای، هر چی که برای خودت نمیخوای این میگه شیطان من به این افراد راه ندارم. این 3 تا. 4، مصائب گرفتاریایی که بهش میرسه صبور باشه، حلیم باشه، جزع نکنه، بیتابی نکنه، بی صبری نکنه، اینم شیطان میگه زورم بهش نمیرسه. 5، من رضی به ما قسم الله له و لم یهتم لرزقه، افرادی که قانع و راضی ان. ما آدمایی داریم با کمترین امکانات، کمترین وسایل زندگی حقوق میسازن، قانع و راضی ان، الحمدلله، همیشه هم شکر، هم روحن شادابن، هم جسمن سرحالن، انگار که همه دنیا رو بهشون دادیم. شما باورتون میشه اونه که دارن بیشتر مینالن؟ من فراوان نشستم آقا، افرادی که میلیاردر همش میگه آقا بس خرابه، چنینه، چنا، همش میناله.
پس چه فرقی کرد؟ فقیرم میناله، دارم میناله. بابا قناعت یه امر قلبیه، به داشتن نداشتن کار نداره. من باید به اون چه که نیازی که دارم خودم به اندازه حداقل رسیدم، الحمدلله اله شد، تن سالم دارم، امنیت دارم، خدا رو خیلی شکر بکنم. خیلی خدا چیزی بهمون داده. شیطان میگه به افرادی که راضی و قانعن به اون چه که خدا به او داده، حتی ممکنه که ثروتمندم باشه، قانع و راضی باشه، ولی ثروتمند حریص باشه، هیچ وقت قانع و راضی. این حافظ شعر قشنگی داره، میگه در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. این که آدم به اندازه نیاز احتیاج به کسی نداشته باشه و خدا رو شاکر باشه. این 5 دسته‌های دیگه که خارج از این روایته. اینا در ضمن راههای نفوذ شیطان هم هست دیگه. یعنی نقطه مقابلش میشه اون جاهایی که میاد کار میکنه و وارد میشه. صریحاً شیطان در قرآن قسم خورده فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. چون مورد تایید بوده خدا داره نقل میکنه از قولش. به عزت قسم به خدا گفت خدا من همه بنی آدم رو گمراه میکنم ولی آدمای مخلص رو که خالص کارشون، مثل حضرت یوسف انه من عبادنا المخلصین، نیتش این بود که گناه نکنه، نیتش این بود مردم مصر رو نجات بده، خیرخواه بود، دلسوز بود. افرادی که با خدا کار دارن، مثال یه بار زدم، یه بزرگی میگه که شیطان سگ در خانه خداست. سگ به دزد حمله میکنه، کسی که ناخالصه، ولی کسی که صاحبخونه رو میخواد، مهمان دعوت شده، یه داد میزنه بشین سر جات، اصلا کاری نداره. شیطان میگه من ناخالصا رو میزنم، لاغوینهم به عزتی که اجمعین الا عباد، اونایی که با خدا کار دارن، اهل این خونم واقعا کلک نداره، دوز نداره، ریاکار نیست، نمیدونم به هم ور نمیکنه، واقعا خالصه. من یک موردی حالا باید یه بحث جداگانه داشته باشیم، معاشرت هامون، حب و بغض هامون برای چیه؟ این خیلی مهمه. این روایت زیبایی که یه بار اینجا هم بحثشو کردیم، پیغمبر ما فرمود محکمترین دستاویز ایمان چیه؟ یکی گفت نمازه، یکی گفت روزه است، یکی گفت نمیدونم حج، جهاد. فرمودن اینا دستاویز ایمان است. من میگم اوثق، یعنی اونی که از همه محکم تره. خب گفتم نمیدونم یا رسول الله. فرمودن محکم ترین دستاویز ایمان اینه که محب و بغضتون بر اساس لله باشه، ان تحب فی الله و تبغض فی الله. برای خدا با افراد دوستی بکنیم، برای خدا، به خاطر خدا با افراد دشمن باشیم. چون دوست خداست من دوستش دارم، چون دشمن خداست بالا فامیل منه، خدا دوستش نره من دوستش نرم. این از اون جاست که اگه بشه چی میشه، چی میشه واقعا. آره. روابط، ببین ما چرا این همه آدما رو احترام میکنیم؟ برای خداست یا برای دنیاست؟ این آقا مدیر کل رئیس بانک، دستباب میچکنن براش، ولی فردا که رفت کنار یا استعفا داده اصلا کسی جواب سلامش هم نمیده. ما باید معیارمون روابط، محبت ها، تحویل گرفتن ها لله باشه. اگه این باشه کل جامعه یک روزه درست میشه. همینطوره. و شیطان میگه من یک ذره نفوذ نمیتونم بکنم. اونایی که روابطشون بر اساس لله و فی خالص باشن، شیطان به مخلصین میگه من اصلا راه ندارم. اینم مورد 6. مورد 7، تک تک اینا میطلبه یه جلسه ولی ما فهرست میکنیم. حدیث داریم العنات من الله و العجلة من الشیطان. عنات با همزه، بله، یعنی مکث کردن، تأنی کردن، عجله و شتاب نکردن، این از طرف خدای رحمانه. شتاب و عجله از کار شیطانه. در تصمیم گیری ها، در برنامه ریزی ها، در حرف زدن ها، در هر برنامه یک چند ثانیه ما مکث بکنیم که این کارو بکنیم یا نکنیم، فکر کنیم. یعنی یک کلید عقلتو، پریزشو، کلیدشو بزن، چراغ عقلتو روشن کن، راه رو ببین، تو چاه نمیری، چاله نیست، بعد برو. در تصمیم گیری ها این خیلی مهمه، خیلی مهمه. العنات من الله و العجلة من الشیطان. من یه موقع برای زندانیا میخواستم صحبت کنم، مدیر کل زندان میگه حاج آقا یک آقایی داریم که هیچ سوء سابقه نداره، ولی در یک لحظه با یک کسی درگیر شده، چاقو در آورده، زده طرف و کشته، قاتل شده. حالا هم توبه کرده، نماز شب میخونه، حفظ قرآن کرده، واقعا توبه کرده، واقعا پشیمانه. پیش میاد دیگه برای افراد. بله. این آمده برای مردم، برای زندانیام صحبت میکنه. میگه اگر من موقعی که میخواستم این حرکت بکنم 5 ثانیه فکر میکردم که دست به چاقو بشم چه خواهد شد.
از غضبمو کنترل میکردم. من الان خودمو زندگیمو آتش زدم. ما خیلی وقتا عاقبت اندیشی نمی‌کنیم، متأسفانه ته اون راهو نمی‌بینیم. آره. لذا هر کار شتاب زدگی، حتی تو کارهای خوب غیر از استثناء، یک مکسی بکنیم، شاید باز اون خوبتر باشه، شاید اون بالاتر باشه. کلن عجل. ما الان تصادفاتمون خیلیاش مال سرعت زیاده و سبقت زیاده و به اصطلاح عجله است. غفلت. اگه عجله نباشه. آره. لذا میفرماد کلن العنات من الله و العجل، تأنی کردن با تأمل هر کاری رو انجام دادن از طرف خدای متعال، عجله از شیطانه. التسرع من سلاح الشیاطین، یه سرعت بیجا، سرعت شتاب در کارها از سلاح اسلحه های شیطانه. و باز از پیغمبر خدا علیه و آله السلام فرمودن انما هلک الناس العجله. خیلی عجیبه. این هور در یک لحظه یک کمی مکس کرد. این آقا چی میگه؟ لشکر عمر سر چی میگن؟ امام حسین چی میگه؟ از ته جهنم در یک لحظه اومد بالا به خاطر تأمل، به خاطر فکر. این چراغ عقلمون رو روشن کنیم، هیچ وقت تو چاله نمیریم. انما هلک، انما هم داره، این است مردم رو هلاک کرد شتاب زدگی. ولو ان الناس تثبتوا لن یهلک احد. اگر مردم مکس رو تأمل میکردن هیچ وقت کسی هلاک نمیشد. یعنی این حدیث جامعه ها، یعنی اگر هر کسی در تصمیم گیری ها این ازدواج رو امضا بکنیم یا نکنیم، این شغل رو، این رشته رو، این کار رو پایانش رو ببینیم قشنگ. یه جوانی آمد خدمت پیغمبر خدا، عرض کرد خیلی خلاصه و چکیده، یه موعظه کوتاه. حضرت 3 بار ازش قول گرفتن، بهت بگم عمل میکنی؟ بهت بگم عمل میکنی؟ بهت بگم عمل میکنی؟ 3 بار کم داریم. بله. ازش قول گرفتن اگه عمل میکنی بگم الا بی خودی من بگم چه فایده داره؟ عرض کرد بله عمل میکنم. حضرت فرمودن اذا هممت بشیء فتدبر عاقبته. تو هر برنامه ریزی میخوای دعوا بکنی، میخوای جنگ بکنی، میخوای صلح بکنی، پایانشو ببین. من با این سرعت میرم چه خواهد شد؟ اگه لاستیک بترکه چی میشه؟ با سرعت 180 تا دارم میرم. اگه خدای نکرده بچه پرید جلوم چه خواهد شد؟ اگه فکر کنیم خیلی از کارا رو خیلی کارا من. فرمودن هر کاری، پایانش رو ببین چه خواهد شد. این رشته‌ای که میرم، این راهی که میرم، اگه پایانش آدم ببینه هیچ وقت کار خلاف نمیکنه. ولی شیطان نمیذاره آجا. شیطان نمیذاره. همین برای باید با خودمون مقابله بکنیم، خودمون جریمه بکنیم هر جور که میتونیم. ولو ان الناس تثبتوا، اگر تثبت، تأمل، تفکر داشتن هیچ کسی هلاک نمیشد. اینم یک مورد جولانگاه شیطانه. 8، اینم روایت خیلی قشنگی است از امام باقر علیه السلام در کافی شریفه. فرمودن اعلم ان الالف من الله و الفرک من الشیطان. الف از همون الفته. بله. هر کجا دوستی، صفا، صلح، یگانگی، محبت، همدلی هست، این از طرف خداست. و هر کجا فرک به کس گفتن هست، یعنی دشمنی، اختلاف، طلاق، جدایی، تفرقه، این مال شیطانه. گفت جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. یک کلام خیلی قشنگی مرحوم آقای دولابی همیشه تکرار میکردن. میفرمودن اگر 2 تا دل با هم یکی بشه، یعنی یک زن و شوهر به هم قاطی بشن، دلاشون با هم یکی بشه، آبروی من آبروی خانم، آبروی او آبروی من، مال من مال او مال، یکی بشیم، دلامون یکی بشه، 2 تا دوست. آره. فرمودن سومیش خداست. 124,000 پیغمبر، همه امام ها، همه فرشته، تمام خوبهای عالم اونجا هستن. هر کجا الفت، یگانگیه، صلح، صفای، محبته، اونجا هست، حاضر باشن. ید الله مع الجماعه. و امروز ما چقدر میبینیم که این حرفا، تفرقه ها، جدایی ها چقدر بده واقعا. خیلی بده. حالا از عبدالعظیم حسنی یک روایت زیبایی است، من همون تیکه‌ای که مربوط به اینجاست میخونم، خیلی تنده. و هر کجا که تفرقه است، یعنی یه زن و شوهر به تیپ هم میزنن، خواهر برادر با هم قهر میکنن، 2 تا همسایه، 2 تا دوست با هم، شیطان جفتک میندازه از خوشحالی، میرقصه، به قفا میخواد. الحمدلله بین زن و شوهر جدایی انداختم، الحمدلله شعله ور کردم، آتش اختلاف رو شعله ور کردم، الحمدلله به طلاق کشوندم، 2 تا خانواده رو متلاشی کردم، ازم جدا کردم. یک خانواده رو. بعد میدونید کسی که طلاق میگیره وقت تو این خانواده طلاق گرفتن عادی میشه، دوستش، دختر خاله، پسر خاله، فامیل هم میگه خب فلان طوری نشد ما هم طلاق میگیریم، باب میشه. این خیلی بده، خیلی بده.
این ننگ و عار بود تو این طایفه و اون 4 نفر این کارو کردن، 20 نفر دیگه هم میرن این کارو میکنن. قبحش ریخته میشه. آره هر کجا دعوا، اختلاف، شیطان و شیاطین، جیب برا، جهنمیا، بدها، طاغوتا، تمام شمرها اونجا ضرب بستن. گفت تا توانی پا من اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. بلا فاصله هر کجا وقتی بوی اختلاف میاد، بوی دعوا، اون کسی که فهم داره، عاقل‌تره، داناتره، بگه ببخشید من گذشت کردم و رد پای شیطان اونجا ببینه. آره. فوری یک بزرگی، حالا اسمشو نمیارم، یه بار دیگه هم عرض کردم، گفت یک موقع خانم من سر یه موضوع جر و بحث شد، من این کارو بکنم، اون گفت من این کارو اونجا بریم فلان جوری، من یهو جوش آوردم آمدم که درگیر بشم، حالا یا حرف تون بزنم یا خلاصه یهو گفتم فلانی تو این کار خجالت نمیکشی؟ طرفدار گفت افتادم دست خانمم بوسیدم، عذرخواهی کردم. تمام شد. تمام شد. اصلا شیطان اینجا خودشو تیکه تیکه میکنه از ناراحتی. هر کجا اختلاف و دعوا است شیطان خوشحاله، خیلی خوشحالی میکنه. تفرقه، فرق یعنی تفرقه و جدایی مال شیطانه. الفت، انس، یگانگی، گذشت، محبت، 2 تا دل که جمع بشه همه عالم اونجا هستن. اینم خیلی اینه که میخواستم عرض کنم. حالا اگر فرصت شد بعد از قرآن شاید بخوندیم اون حدیث رو. امام هشتم علیه السلام به عبدالعظیم حسنی سفارشایی فرمودن، از جمله‌ش اینه و مرهم بالمزاوره، بگو به دیدار هم، به زیارت هم دیگه برم. فانها قربتون الیه، به زیارت هم دیگه میرم، پدر مادر فامیل دوست آشنا به من امام هشتم نزدیک میشن. 2 تا خواهر برادر که هم دیگه میبینم، پدر مادر چقدر خوشحال میشن، امام بالاتر از پدر مادره. بعد فرمودن که به اینها بگو ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، جر و بحث نکنن، جدال نکنن در کاری که به دردشون نمیخوره، فایده نداره. فانی علیت علی نفسی انه من و انه فی الاخرة لمن الخاسرین. الله خیلی تعبیر تندی ها. امام رضا فرمود، امام هشتم علیه السلام به عبدالعظیم حسنی که این ایام بزرگ داشته، این بزرگواره، فرمودن من قسم خوردم کسی که دوستی از دوستان من رو به ناحق ناراحت بکنه، پدرش، مادرش، همسرش، اولادش، دوستش، این جناها و احزاب که به تیپ هم میزنن که ما خیلی تو ایران ما سر خوردیم متاسفانه، به قصد نابودی طرف مقابل و اون گروه مقابل برمیخیزن که چقدر جامعه رو عقب میندازن یک و چقدر مردم یاد میگیرن. خیلی پدر و عمود که دعوا کنن، تمام خانواده با هم دعوا میکنن، این طبیعیه دیگه. 2 تا حزب و گروه به تیپ هم میافتن، 2 تا نماینده مجلس، 2 تا وزیر، این تمام زیر مجموعهشون هم امام جماعت این مسجد با امام اون مسجد، تمام این 2 تا محله به هم میریزن، این چیز طبیعیه. امام هشتم فرمود من قسم خوردم علیتون، کسی که دوستی به ناحق چیز بکنه، دعوت الله من یعنی نه اینکه نفرین به خدا، طبیعتش همین هست، یعنی هستیم، من نفرین میکنم لیعد در دنیا به اشد عذاب، چه عذابی بدتر از تفریق و اختلافه. الان من و شما به هم مهربانیم، به هم علاقه داریم الحمدلله، خیلی جا هم الحمدلله لطف خداست چشممون نزنن ان شاء الله. ماشاءالله لا قوت الا ماشاءالله لا قوت ماشاءالله لا قوت. لذا شما وقتی خداحافظی گرفتیم من گفتم منم نمیام، رفقام گفتن نمیام. و این تفرقه سمت خدا، یگانگی سمت خدا رو نگه داشته. هر کجا اگه الان شما یک چیزی بگی من یکی با هم دیگه مقابله بکنیم، تمام مملکت ایران که ما رو میبینن 2 تیکه میشن، 50% میرن اون و 50% این ور. حاجا 40 سال همین انقلاب ما علیرغم همه دشمنی ها با همدلی مونده تا اینجا رسیده. 100% در کنار هم بودن ها، این وحدت. ید الله مع الجماعه ایاکم بالفرقه، نهج و بلاغه است. تا میتونین تفرقه رو، جدایی و تفرقه حرفشو حتی من میگم گاهی شوخیش هم خوب نیست، همون در نطفه خفه بکنید، چون مال شیطانه، سم مهلکه، تفرقه سم مملکه. امام هشتم فرمود من نفرین میکنم تو دنیا گرفتار بشه، در آخرت هم جز زیانکارایی. پس یگانگی، با هم بودن از به اصطلاح طرف خدای متعال، تفرقه و اختلاف هم از شیطانه. خب بذارید من یکی دیگهش خیلی مهمه بعد از قرآن بگم که وقت بیشتر باشه. خوب باشه ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. سلام. راجع به این بحث اجاره بها
که این روزها زیاد راجع بهش شنیدیم و خیلی شاکی هستن و گلایه‌مندن، به پیشنهاد برخی از دوستانمون قرار شد یک پویش را بندازیم. یه پویش برای اینکه هوای مستاجرا رو اونهایی که صاحب خونه هستن داشته باشن. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش که حرم امام رضا مشرف بودیم، بحثی که مطرح کردیم به خاطر امام رضا صاحبخونه ها هوای مستاجرا رو داشته باشن، چقدر پیام‌های امیدبخشی رو شنیدیم حاجی فرخزاد، و امسال هم منتظر و مترصد هستیم که به برکت این ایام و توصیه‌های کارشناسان عزیزمون باز هم پیام‌های مثبتی رو داشته باشیم و در فضای مجازی دوستانی که میتونن این پویش رو منتشر بکنن ان شاءالله این اتفاق بیفته که شاهد برکات و ثمراتش باشیم، با همون همدلی و اون نگاهی که در روایت نورانی امام رضا علیه السلام و توصیه و سفارش ایشون به حضرت عبدالعظیم حسنی داشتن. صفحه 75 قرار امروز ماست. آیات 187 تا 194 سوره مبارکه آل عمران رو تلاوت میکنیم. ان شاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما این احادیث و روایاتی که در برنامه مطرح میشه و نکته های نابی که در برنامه شما میشنوید در کانال ما در فضای مجازی هست. بهزاد جان شهریاری زحمت میکشن که جا داره صمیمانه ازشون تشکر بکنیم. ما چون اینجا تیتراژ پخش نمیکنیم و اسامی دوستان رو نمی نویسیم، گهگاهی باید به بهانه‌های مختلف ازشون تقدیر و تشکر بکنیم. حالا هم که عازم خدمت مقدس سربازی هستن، ان شاءالله خدا پشت و پناهشون باشه، ولی در این سالها آقای فرزاد خیلی بهزاد زحمت کشیده. انصافا بله. هم کانال سروش و هم ایتای ما و استقبال خوب و بی‌نظیر مردم از فضای مجازی ما الحمدلله هزاران هزار مرتبه شکر داریم. شما بله، ما هم از همه عوامل، حالا اسمها رو نمیتونیم بیاریم، مخصوصا از آقا بهزاد تشکر ویژه داریم. انشالله که با موفقیت سربازی رو طی بکنن، بلکه مسئولین یک کاری بکنن بعد از آموزش بیان همینجا که بازم خدمتشون باشه، ببینم یک خدمت موفق سربازی انشالله که هر جا هستن همه دوستان عزیزمون، سربازای عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنون تو پادگان ها، خیلی هم پیام داریم. انشالله خدا پشت و پناهشون باشه. به رسم دوشنبه ها از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد حاجی فرهزاد برای ما بفرمایند و یه نکته هم راجع به مشهد هست که انشالله عرض می‌کنم خدمت. بله، حالا از سربازخونه‌ها گفتید، بذارید یه خاطره جالب بگم. خب مکرر ما رو میبرن مخصوصا جایی که 2-3 ماه آموزش میبینن. کرمانشاه رفته بودن پادگان شهدا، اونجا هم همه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بودن. خیلی به ما محبت کردن. من معمولا زندان میرم، سربازخونه ها میرم، جای مختلف دانشگاه میرم، تستی میگیرم برای برنامه سمت خدا. من به عزیزان سرباز عرض کردم که همه عرض کردم لیسانس به بالا بودن. گفتم اونایی که سمت خدا رو میبینن دست بالا کنن. خودم اصلا فکر نمی‌کردم حدود 90% دست بالا کردن. بله 90% خیلی ها. چقدر خوشحال میشم. افرادی که تحصیل کرده بودن گفتن چرا ما سمت خدا رو می‌بینیم. الحمدلله. عرضم حضور شما پیغمبر خدا خیلی سفارش به صلوات کردن که خود این صلوات هم یاد خدا شیطان رو دور میکنه. فرمودن هر وقت ذکر من یاد من شد، کسی فراموش بکنه صلوات بر من رو، این راه بهش رو گم کرده. چون در واقع راه بهش یاد خداست، یاد پیغمبره، آل پیغمبره. انشالله ذکر صلوات رو خصوصا موقع شنیدن نام پیغمبر یا ذکر پیغمبر فراموش نکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر ذکر دلچسبیه وقتی این ذکر صلوات رو میگه، چقدر دلش آروم میشه. و یکی از چیزایی که تفرقه و اختلاف رو میبره همین ذکره. قدیمی‌ها دعوا می‌کردن، یه نفر میومد میگه صلوات بفرستین، دیگه اون همدلی ایجاد میشه. من راجع به سفر مشهد هم نکته‌ای رو بگم و بعد انشالله ادامه فرمایشات حاجی فرهزاد رو بشنوید. از همه مبلغین، از همه روحانیون عزیز و گرانقدر، از همه ائمه محترم جماعت درخواست می‌کنیم که انشالله اونها بانی بشن و بیان در سایت ما ثبت نام بکنن و افرادی رو که بهشون مراجعه می‌کنن. امسال ما خب نمیتونیم به صورت انفرادی اعزام بکنیم، خب خیلی کار سختیه، برنامه‌ریزیش خیلی پیچیده است. لذا از ائمه محترم جماعت دعوت کردیم که این کار رو به عهده بگیرن که انشالله کار اجراییش رو هم دوستان ما در سمت خدا انجام خواهند داد. مؤسسه حضرت خدیجه و انشالله ظاهر اولی ها رو ما بتونیم اعزام بکنیم و یه اتفاق خوبی بیفته، کما اینکه تا به حال هم افتاده. الحمدلله. نکته هست به ذهنتون برسه راجع به این من خواهش دارم که امام جماعت و زحمته، اینم یک ثوابی، در ثواب این 40 نفر شریک میشن. یا هیئت امنا کمکشون کنن، افرادی که بچه‌هاشون کمک، چون یه مقدار باید تو سایت برن ثبت نام بکنن، یه بازرسی بکنن که طرف زوار اول باشه، نرفته باشه تا حالا. و تابستان هم وقت خوبیه. ما چون اجاره کردیم به اصطلاح محل سکونت رو در مشهد، حیفه که اینا استفاده نشه. انشالله بانیان خیرم بانی بشن که بیشتر انشالله اعزام بشن. چقدر دلچسب وقتی اینا چشمشون به گنبد و صحن و سرای امام رضا میفته و دعای خیرشون چقدر میتونه راهگشا باشه برای همه ما. این مسئولیت رو دوستان عزیزمون مبلغین عزیز کمون که تا به حالم به عهده گرفتن که جا داره صمیمانه تشکر بکنیم، انشالله بپذیرند و بیان ثبت نام بکنن در سایت ما و کارهای بعدیش رو انشالله دوستان راهنمایی خواهند کرد. خیلی خوب. حاجی فرهزاد ادامه فرمایشات شما رو میشنم. یک موردی که به نظرم این مورد خیلی مهمه و در زمان ما هم خیلی نیاز است. جایی که شیطان نمیتونه نفوذ بکنه. حدیث قدسی خدای متعال میفرماد که ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. قلعه محکم، دژ محکم خدا ولایت امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین هست. اگه تو این دژ کسی قرار بگیره از شر شیطان، آتش جهنم، از همه خطرها محفوظه.
یک روایت زیبایی است در تحف العقول که امیرالمومنین علیه السلام به کمل فرمودن یا کمل یا کمل. بله. خیلی نکته ناب توی این حدیث هست. یک جملهش اینه، فرمود یا کمل ان الارض مملوءة من فخاخهم فلن ینجو احد الا من تشبث بنا. فرمود کمل، زمین از دام شیاطین پره، بخوای یا نخوای، مینگذاری شده. هر کسم از راه خودش، یک کسی رو از راه عبادت گول میزنه، از ریا گول میزنه، از حرص و طمع گول میزنه، با چشم، با شهوترانی، با زبان نقطه ضعف رو میدونه. آره. الان همون پیام امام اشتم به چیز یکیش اینه که ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. به عبدالعظیم حسنی امام اشتم فرمود به شیعیان من بگو راههای نفوذ شیطان ببین از کجاست. یک کسی زود عصبانی میشه، اینجا باید کار بکنه، رو اخلاقش کار بکنه، آقا خودش جریمه بکنه. یک کسی با وسواس به شیطان خیلی نزدیک میشه. یک کسی هست که مثلا بد زبان فحاشه، یک کسی هست با دروغ و غیبت، یک کسی هست با ریاست، با پول زود. ببین راه نفوذ شیطان چیه؟ اون راه نفوذ رو امام اشتم فرمودن ببندید. آقا امیرالمومنین علیه السلام به کمل فرمودن که یا کمل، زمین دام شیطان فراوان، شیطان جنی و انسی، حجمه های دشمن. کی نجات پیدا میکنه؟ فلا ینجو احد الا من تشبث بنا. کسی از دام شیاطین نجات پیدا نمی کند الا به ما خانواده چنگ بزنه. تشبث هم مثل کسی که داره غرق میشه، هر وسیله بدن باید محکم بچسبه. کسی که چنگ بزنه به ما محال است غرق بشه، محال است نجات پیدا نکنه. حتما کسی ابدا نجات پیدا نمی‌کنه مگر به ما، یعنی محکم در خانه اهل بیت بره. حالا دعای توسل با همه وجودش یا علی گفتنه با همه وجودش. یه موقعی اینم بد نیست، شیخ عبدالله ما داشتیم، دوست صمیمی آقای دولابی بودن. خب حالا یه مستند مفصلی هم دوستان ما امام جمعه مسجد سلیمان داره برایشون میسازه. شیخ عبدالله بختیاری آیت الله بهادینی میگفت این آقا آدم فوق العاده ایه. آیت الله شیخ مرتضی حائری تو همین سر دلبران میگه کسی نماز من میاد به نام شیخ عبدالله هیچ هم سواد نداشت ولی صاحب کرامات بود، آدم فوق العاده بود. من مکرر ایشون رو زیارت کردم. کارش هم پیاده میرفت مشهد، پیاده میرفت کربلا و خدمتگزار بود. آدم فوق العاده بود. زن و بچه‌اش توی اتاق کوچیک زندگی میکرد و دارن براش مستندی میسازن دوستان بختیاری. خیلی هم خوب. عرضم این شیخ عبدالله یه موقع فرمودن که من در مکاشفه یا بیداری یا خواب شیطان رو دیدم، باش درگیر شدم، گفتم دشمن خدا باید نابودت بکنم. آقا زورش خیلی زیاد بود، شیطان ما رو بلند کرد، محکم زد زمین، رو سینه ما نشست، سر منو ببره. یعنی من دیگه زمین خورده مغلوب شیطان میشم. آره. گفت وقتی که دیدم زورم نمیرسه گفتم یا علی ای امیرالمومنین به داد من برس. شما مرحبا رو زمین میزنید، شما قلعه خیبر رو فتح میکنه، همه کاره شما هستی. گفت اگر ناتوانی بگو یا علی. همه عزیزان سر سفره هستن، هر کجا بگن یا علی، با همه وجودش به بچه‌هامون یاد بدیم یا علی. اگر ناتوانی بگو یا علی، اگر خسته جانی بگو یا علی. مدد به غیر تو ننگ است یا علی مددی، زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی. به کار ما چه درنگ است یا علی مددی. ما هم آقا پیغمبر وقتی میگه یا علی ما کی هستیم نگیم یا علی؟ فقط با در همین خونه رو محکم با همه. پیغمبر فرمود علی جان من در دنیا و آخرت از تو بی نیاز نیستم. انا لا، بارها خوندیم حدیثو، حتما تو کانال نیستن. یا علی انا لا استغنی عن کف دنیا و الاخره. علی جان من رسول الله اول شخصیت سرور همه انبیاست، من در دنیا آخرت از تو مدد علی باید باشه، برای همه انبیا باشه، برای ما که کسی نیستیم. گفت آقا از همه وجود گفتم یا علی مددی. گفت یه وقتم آقا امینون تشریف آوردن، شیطان بلند کردم محکم زدن زمین، روش بشین، روش نشستم. فرمودن فلان شما زورتون به شیطان نمیرسه، از ما کمک بخواید، ما باید کمکتون کنید. حالا باز حدیث در این زمینه زیاد داریم، ببینم چقدر فرصت است براتون بخونم. بله بفرمایید شما. ببینید پیغمبر ما فرمودن مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح پیغمبره. 5 دقیقه وقت داریم. بله 2-3 تا حدیث نابه. خیلی هم خوب. هر کس سوار کشتی نجات اهل بیت بشه از خطر محفوظ. امام هادی علیه السلام فرمودن یا سهل، به یکی از یارانشون به نام سهل فرمودن ان لشیعتنا به ولایتنا اسمه.
چی میتونه ما رو عصمت بده، نگه داره، حفظ بکنه؟ من اعتصم بکم، اون هفته خوندم 2 تا آیه داریم، واعتصموا بالله هو مولاکم و نعم المولا و نعم. اونجایی که توکل به خدا، به خود شیطان میگه من را. دوم واعتصموا بحبل الله جمیعا. حبل الله فرمود امیرالمومنینه، ما اهل بیتیم، محکم به حبل الله بچسبیم. دعا، توسل، زیارت، یا علی گفتن، همش مرحوم آیت الله مرعشی فرمود هر روز توسل به اهل بیت. من هر روز همه چیزمو به اهل بیت میسپارم که اینا حفظ کنم. ما مثل یه بچه‌ای که نمیتونه باید پدر بالا سرش باشه، دست از پدر جدا بشیم تومه شیطانی. مثل گوسفندی که حضرت امیر مثال میزنن از گله جدا بشه، از چوپان جدا بشه، تومه شیطان میشه. صبح، ظهر، شب، وقت نماز همیشه همین صلوات یک توسل خوبیه. بله. فرمود یا سل ان لشیعتنا به ولایتنا اسمه. شیعیان ما با اتصال به ولایت ما اسمت پیدا میکنن، در قلعه محکمن. لو سلکو بها فی لجت البحال الغامره و سباسب البیداء الغائره. اگر دوستان ما برن تو دریاهای عمیق یا تو صحراهای بی آب و علف کویر، ولی با ما باشن، متوسل باشن، بین سباع و ذئاب، بین گرگ‌های درنده، حیوانات وحشی و اعاد الجن و الانس، دشمن‌های جن و انس اینا رو محاصره کنن، مخصوصا اونایی که میرن خارج که اونجا حجم‌ها دیگه مستقیم غیر فوق‌العاده است. اگر توسلشون، عاشوراشون، اربعینشون، زیارت رفتنشون، به قول آقای دوله میگن تو چاه هم که شما میخوای برید تناب محکم ببند به خودت، ببند بده به چند نفر آدم قوی حفظ کنه نگه دارن. اینا وسیله ما هستن. والباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. لذا امام هادی فهمیدن اگر دوستان ما برن تو دریاهای عمیق، دشت بی آب و علف، بین گرگ‌ها و درنده‌ها گیر بکنن، دشمنای جن و انس اینا رو محاصره بکنن، لامنوا من مخاوفهم به ولایتهم لنا. چون وصله. چون میونه پشتش به یه جای محکم بنده. چطور آل سعود و اینا به آمریکا و اسرائیل و به اینا تکیه میکنن؟ چرا ما به خدا تکیه نکنیم؟ خدایی که قدرتش لایزاله. اینایی که زور به یه آدم محتاج و بدبخت مثل خودشون تکیه میکنن، ما به خدای واقعی تکیه بیفتن. مثل این دومینو همه با هم میفتن. حتما بدون با هم میفتن. لامنوا من مخاوفهم به ولایتهم لنا. اگر بین دشمنهای درنده و وحشی گیری کنن، امن پیدا میکنن به ولایت ما اهل بیت. بعد فرمودن امام هادی فثق بالله عز وجل، به خدا اعتماد بکن و اخلص فی الولائه لائمتک الطاهرین. ولایتت رو ببینید، امام حسین فرمودن اونایی که ما رو دوست دارن 2 دسته هستن. بعضی ما رو دنیا به خاطر دنیا دوست دارن، غنیمت جمع کنه. اینطور نباشه. ولایت ما به خاطر خودشون باشه، به خاطر خدا باشه. یعنی ما صابخونه رو بخوایم. لذا فرمود ولایتت رو برای امام‌های معصوم خالص قرار بده. اگر خالص قرار دادی خدا حفظت میکنه ان شاء الله. خیلی خوب. های فرزاد خیلی ازتون ممنونم. وقت نیست دیگه؟ نه خیر. اگه وقت بود یه حدیث دیگه هم می‌خواستم بخونم. خب اگه کوتاه، ما 2 دقیقه کمتر از 2 دقیقه، در واقع 1 دقیقه وقت داریم. 1 دقیقه وقت نمیشه. خیلی خوب. پس بذاریم هفته آینده ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم. متشکرم. فردا ان شاء الله با حضور آقای حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید. این ایام که ایام مزین به نام حضرت عبدالعظیم حسنی، البته پس فردا سال روز وفات این. پس اجازه بدید من 1 دقیقه رو برای عبدالعظیم. خیلی خوب. پس بله بفرمایید. ببینید حضرت عبدالعظیم که ما قدرش رو نمیدونیم، که نزدیک ما هم است، یعنی به قم نزدیک، به تهران نزدیک، مرکز ایرانه، هم زیارت او بهش رو واجب میکنه، حدیث داریم، هم مثل معادل زیارت آقای امام حسین علیه السلام. ما امامزاده دیگه ندیدیم که زیارت او معادل زیارت امام حسین باشه و به دید فقط امامزاده ایشون رو نبینیم. محدث قمی میگه عبدالعظیم حسنی که کنیش ابوالقاسمه از اکابر محدثین، یعنی راویان حدیث و اعاظم علما و زهاد و عباد بوده و یاور و صحابی 3 امام بوده، امام 8م، امام 9م، امام 10م.
و این تعریف و تمجیدهای فوق‌العاده‌ای که اهل بیت براش کردن و اون فرمایشی که ما بخشیشو امام اشتم برای ایشون فرمودن به خدمت عزیزان عرض کردیم. حالا ما هم هر وقت مشرف شدیم و توفیق تشرف پیدا کردیم دعاتون میکنیم. دوستانی که حالا شهر ری هستند و مشرف میشن حرم حتما برای تمام مخاطبینمون، تمام مردم عزیز و نازنین ایران دعا بکنند و داعب و زیاره باشند. خیلی خوب حاج آقای فرسا کوتاه دعا بکنید و که ان شاء الله خدای رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، خود ما، خانواده، ملت ما، مملکت ما